تا حالا فکر کردی که قاتلای امام حسین چطور زندگی کردن و چه سرنوشتی در انتظارشون بود؟ آیا نفرین کربلا دامنگیرشان شد؟ تو این ویدیو سرنوشت 5 نفر از این افراد رو با شما به اشتراک میذاریم. راستی اگه میخوای بدونی چه بلایی بر سر قاتل اصلی امام حسین اومده، این ویدیو رو تا آخر ببین. بعد از واقعه کربلا، مختار ثقفی به خونخواهی امام حسین قیام میکنه. قیام مختار یک قیام اجتماعی بود که با هدف خونخواهی از قتل امام حسین و یارانش و برپایی حکومت عادلانه صورت گرفت. در این قیام مختار به عنوان یک رهبر کاریزماتیک توانست موالی و شیعیان بسیاری رو با خود همراه کنه و در مقابل دشمنان بسیاری رو بر ضد خود بشورونه. در قیام مختار همه کسایی که تو واقعه کربلا دست داشتن به نحوی کشته میشن. اما تو این ویدیو ما میخوایم سرنوشت 5 نفر از اصلی ترین اون افراد رو براتون توضیح بدیم. نفر اول شوهر خواهر ناتنی مختار هست، کسی که از بچگی با مختار رقابتی بر سر حکومت داشت و بیشتر به خاطر کارهایی که پدرش انجام داده بود در بین اعراب اسم و رسم داشت. او کسی نیست جز عمر سعد ابی وقاص. عمر ابن سعد فرمانده سپاه یزید در کربلا بود. پس از واقعه کربلا تا زمان قیام مختار، عمر سعد خانه نشین میشه. بعد از قیام مختار عمر سعد رو به جرم نقش داشتن در قتل امام حسین مورد تعقیب قرار میده و سرانجام توسط بن کامل شاکری یکی از یارای مختار کشته میشه و جسدش رو میسوزونن. نفر دوم کسی که اصلاً اهل جنگ نبود و بیشتر اهل می و مطرب بود، ولی به خاطر طمع به کربلا رفت. قبل از اینکه بهش بپردازیم لطفاً با لایک کردن این ویدیو به ما انرژی بدید و ما رو حمایت کنید. نفر دوم خولی ابن یزید اصبهیه. خولی کسی بود که سر امام حسین رو به کوفه برد. مختار ابو عمره رو برای دستگیری خولی میفرسته و ابو عمره اون رو دستگیر میکنه، میبره پیش مختار. مختار خولی رو در نزدیکی خونش میکشه و جسدش رو میسوزونه. نفر سوم کسیه که معلوم نشده نسب پدرش چیه و مشخص نیست حتی پدرش کیه. به خاطر همین پدرش رو ابن ابیه، یعنی پسر پدرش، معرفی میکنن. اون عبیدالله ابن زیاده. عبیدالله فرماندار کوفه و یکی از اصلی ترین عوامل واقعه کربلا بود. پس از قیام مختار عبیدالله به شام فرار میکنه، ولی در نهایت در جنگی که بین سپاه مختار و امویان شکل میگیره توسط ابراهیم ابن مالک اشتر کشته میشه. نفر چهارم کسیه که در تیراندازی مهارت خیلی خاصی داشت و به قاتل علی اصغر معروفه. هرمله. وقتی هرمله تو تله مختار گیر میفته، مختار دست و پای اونو به خاطر کشتن کودکی بیگناه قطع میکنه و بعد اونو در آتیش میسوزونه. قبل از این که آخرین قسمت این ویدیو رو ببینی، تو کامنت ها برام بنویس که به نظر شما قاتل امام حسین کیه؟ نفر آخر کسیه که مادرش هنگام جابجایی گوسفنداش به گناه آلوده میشه و پسرش از راه نامشروع به دنیا میاد. درسته اون شخص شمر ابن ذوالجوشن هست. شمر که قاتل اصلی امام حسین بود، پس از قیام مختار از کوفه فرار میکنه تا سرانجام کیسان ابو عمره اونو دستگیر میکنه و میبره پیش مختار. مختار هم سر اونو از بدن جدا میکنه و بدنشو میندازه تو دیگ روغن داغ. بعد یارای مختار سرشو لگدکوب میکنن و میفرستن برای محمد حنفیه تا تسکینی برای دردهای او باشه. این بود سرنوشت 5 نفر از کسایی که تو واقعه کربلا دست داشتن. البته واقعه کربلا تأثیرات عمیق بر جهان اسلام گذاشت، جوری که هر ساله در ماه محرم مسلمانان سراسر جهان به یاد این واقعه عزاداری میکنند، جوری که در روز اربعین تمام مسلمانان جهان در کشور عراق در کنار حرم امام حسین جمع میشن و برای اون عزاداری میکنن.